از اینجا ببینید شما اینطوری تصویر وضعیت من. او مای گاد. چارلی تا حالا کسی رو کشتی؟ تا حالا به کسی آزار و اذیت رسوندی؟ میخوای به من آسیب برسونی؟ چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ چارلی آیا میخوای به من آسیب برسانی؟ چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ صاف شد. نرفت رو یس، نرفت رو نو. آقا معنی این که اینطوری واستاد چیه؟ هر کی میدونه لطفا توی کامنت ها بگه. دوباره میپرسم ازش. چارلی آیا میخوای به من آزار برسونی؟ حالا اینو بله شما تو کامنت ها بگید واقعا. چارلی کی تو رو کشت؟ نه این جواب یس و نو نره. ولی پشمام حاجی برداشت گفتم اجازه بازی رو به ما میدی؟ گفت یس. گفتم کسی رو اذیت کردی کشتی؟ گفت یس. گفتم میخوای به من آسیب برسونی؟ رو متوسط واسات. نه شر اینو میکنم. امشب میرم دوباره انجامش میدم. چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ دیدید؟ نه این علکی بود، یه باد علکی بود. چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ چارلی آیا میخوای به من آسیب برسونی؟ نو. یک کوچولو خیالم راحت شد. یک کوچولو فقط خیالم راحت شد. خدا رو شکر بچه‌ها به من نمیخواد آسیب برسونم. لایک و کامنت فراموش نشه. اونایی که تا اینجا ویدیو دیدن اینو ببینید. یس. تمام. بعد یه چیزی، من این شم از همه زودتر آتیش زدم. این شم و این شم به اتمام رسید. من این دوور شمع رو سفت میکنم. چرا؟ یه علامت داشته باشم که من احضار رو انجام دادم. این ورش فوکوس نداره.
در کل من اینا رو بزرگ میکنم همینطوری. همینطوری ببینید دارم بزرگش میکنم. اینجا هم سفید شدش. برم اینم انجام بدم. داغه. آره دیگه داغه، نه پس میخوای سرد بشه. بریم این دارم صفر میشم بچه. وای نه وای نه نشد این دیگه. تصوید من اینو درست